میگن قیامت که میشه یه بابایی تو خونه بوده، خب یه خانومی داشته و 2 بچه، با فرعون محشورش میکنن. فرعون اون همه بچه کشت، پدر اون مردم رو در آورد هزار. میگه با من مثلا کاری نکردم. میگه ببین تو یه فرعون کوچولویی تو وجودت، بابای زن بچه تو خونه در آوردی. خب همون کارهایی که فرعون تو کشور میکرد تو خونه میکردی، خود رأی بودی. بله تو اگر هم مصر رو بهت میدادیم همون کارا رو میکردی، از دستت بر نمیومد. همینی که داشتی شبیه فرعون بودی. بقیه‌اش هم هستا، یکی که با نبی خدا مشهورش میکنن. میگه چرا؟ میگه آخه این تو رسالتش 20 گرفت، تو چای ریختنت 20 گرفتی، دوتاتون یه جا مشهور میشید. لا یکلف الله الا ما استطعتم. ما بیشتر از تواناییتون ازت تکلیف نمیخوایم. شما به هر چی که دارید عمل بکنید، اون گنده خودش میاد. میدونی؟ گفتم عین جلسات پیش گفتم عین کردیت کارتا. آقا حالا 1 میلیون من بهت دادم، دیدی اسنپو اینجوری 1 میلیون بهت دادم، اینو خرج کن ببینم چه جوری قسطشو میدی. سر موقع اگه دادی میکنمش 2 میلیون، میکنمش 5 میلیون. استطاعت تو افزایش میدن.